سلام بچه‌ها، اوضاع احوالتون چطوره؟ این موتور اومده پیش ما و روشن نمیشه. باید بریم بررسی کنیم که ببینیم مشکل کجاست و تعمیرش کنیم. اولین کاری که کردم چک کردم ببینم برق میده یا نه، که دیدم برق موتور نداره. پس مشکل از یا بوبینه یا یکی از لوازم برقی. باید اون سیم مشکی رگ سرخ برق داشته باشه. پس با آچار 8 درب برق رو باز میکنم و چک میکنم که ببینم برق داره یا نه. این روش ساده ترین روش ممکن برای تست کردنه. یعنی شما هیچ ابزاری نداری و میخوای خودت بفهمی که کدوم قطعه مشکل داره. من این کار انجام میدم و تعمیر میکنم. یکی هم ممکنه بیاد کل لوازم برقی رو عوض کنه و ازت پول اضافی هم بگیره. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. خوشحال میشم یه لایک هم بزنی. دیگه سیمی که آوردم و زدم تو سر همون سیمی که بهتون گفتم تست میگیرم ببینم برق داره یا نه. خب خوشبختانه بوبین به این روش تست کردیم و سالم بود. میریم سراغ ترانزیستور موتور. ترانزیستور یا اینجاست یا زیر باک. حالا این موتور ترانزیستورش بغله و ترانزیستور من خارج میکنم. همه چیزو دارم بهتون طبیعی نشون میدم و شما هم امیدوارم دوست داشته باشید. یه اسپری WD-40 برمیدارم و سوکت اول تمیز و مرتب میکنم. میریم سراغ سیم مشکی رگه زرد. این سیم باید برق داشته باشه دوباره، یعنی ترانزیستور اگه سالم باشه باید برق بده. سوکت‌های بوبین رو میزنیم سر جاش، اون تیکه سیم رو میزنیم حالا تو سر این سیم مشکی رگه زرد و دوباره تست میگیریم که ببینیم ترانزیستورمون سالمه یا نه. به این صورت همونطور که دارید میبینید برق خیلی خوبی هم داره. پس در نتیجه ترانزیستور سالمه و نکته‌ای که باقی میمونه اینه که این سیمو دوباره باید متصل کنی و بری سراغ کوئل موتور. این سیم مشکی رگ سفید هم مستقیم رفته به سوئیچ، یعنی اگه سوئیچت هم مشکل داشته باشه ممکنه موتورت برق نده، ولی اگه مثل من خیالت از این بابت راحت بود دیگه نمیخواد جداش کنی. دیدیم که موتور بازم برق نمیده. بریم زین باکو باز کنیم و از سراغ قطعه آخر یعنی کوئل موتور بریم. زین موتور هم باز کنیم ببینیم اون زیاد چه خبره، کوئل مشکل داره یا اینکه سوکتش جدا شده. به نظر من که یا سوکت جدا شده یا در خواب دو حالت بیشتر نداره. بعدم کوئل سوکت. زینو باز میکنم و باکم در میارم. باید شیر بنزینم ببندیم که ما خدای نکرده بنزینمون جایی نریزه و اگه موتورمون باتری داره خطرناک نباشه. باکو در میاریم و میریم ببینیم این زیر چه خبره و قطعه‌ای که مشکل داره زیر باکه، یعنی این کوئل موتور یا سوکتش شل شده یا اینکه خودش سوخته. خب کلی زحمت کشیدیم ولی این سوکت جدا شده بود و باید موتور برقش برگشته باشه. بریم تست بگیریم. حالا بریم ببینیم موتورمون روشن میشه یا نه. اگه روشن شد که دیگه ویدیو همینجا تموم میشه. کوچیک شما مصطفی هم یه لایک هم برام بزنی و اگه از اینجور ویدیو دوست داشتی از اسکرین می‌بینی فالوم داشته باش. خوشحال میشم یه دوست بیشتر داشته باشم. ارادت، مخلصی.